بله دختر با کجایی که بیا انا بیام مادر. میگم مادر امروز میخواد که بریم به خونه خاله‌مه. چند وقت نرفتم دیگم به خدا. آخه باش که پیرت نگفت که صبر کن که بیام تو ببرم به جایی. شما میبره؟ به کجا میری؟ به خرید؟ به بازار میری نمیفهمم. لیکن پیرت کدوم وقت لمزستون درست سمی دیشته. به کی راست خو گفته کالی بگه. میچوب دیگه تا حالا کنا آمدن دیگه. باشه به اجازه خوبستانی میری. بیا زو که فکر نکنم بیایه. میچوم براتون بیایه. میم بری زنگ زم. نه که چرا زنگ زنم گفتم میایم دیگه دروغ خونه میگم مادر. کی او راست گفته؟ کالی به دروغ میگه. بده یک زنگ به پیه خب بزن ایمار بکش اینجا با کجایه؟ یک ساعت که به اینجا شیشتی و مرتل ازی. میایم دیگه مادر یک سال عجله نکنیم. پیار که قول دادم به قول خصادم میایم دیگه. پیار تو هیچ وقت سر لفظ خود نستاده. تو صبر بکنی برو بیایه. مگر این امتحانی بکنم. چی میگه؟ حال صبر کن که بیایه. آخه چی این رقم نمیشه دیگه. یک سر شما به می امتحان خدا بیخی گنده کرده پیار. میچوم چی امتحان است هیچ خلاصی نداره. تو کار نجیش تو بشین تو باشه خوب کن. بیلا که چوخ چه میکنی سر بخراب کدی؟ خلاص میگم دیگه یک سر میگی. از این پیار از این که راست و دروغ بمیگه از این بر این. یک سر میگی امتحان میکنم پیار تو امتحان میکنم. میچوم میشته امتحانیه. امتحان روز قیامت که نیه. دیگه اختراعات بکن. انا بیام. انا لگم امتحان کنیم. بس خلاص. با عزم معذرت دیگه خانم جان کمی دیر گوشت به خدا. خیلی ببخش. چیکار کنم؟ گرفتاریه. هم که میرم گیر میکنم بابا چیکار کنم؟ یک دم یاد میاد که با مادر تو قول دادم. انا بس خلاص بعد میخوام میایم. کجا رفته بودیم بابا جان؟ چی کجا دارم برم بابا؟ همین ته چکاری براتون. جام رفیقام که به اختلاط گیر کردم که یک دم یاد مامد که مادر تو قول دادم. حالا رفیقات مهمه یا ما مهمه؟ که من همینجا کش میکنیم میری به دنبال رفیقا خود ساعته. راست میگم دیگه بابا 2 ساعت ما مادر خودم اینجا منتظریم. اگه نمیایم خب با مادر میگفتن که نمیایم. چه کار زن؟ تو حالی تو باز گیر نمیدادیم بریم باز امروز بخیام تا اکثر میگین. خب بیامدم دیگه چند دقیقه دیر شد بیامدم دیگه. خب از اون دم گفتیم دیر شد و چه کار شد و فلان شد. خب حالا خب بیامدم. بخور ازت بخیر دختر تو که ببرم تو. وقت دیگه مادر بخیر. شما زنا خوب. من نمیفهمم که چی نسله. دیر بیایی کار داری، زود بیایی کار داری، نیایی کار داری، چیزی نگی کار داری، بگی کار داری. خدا خیر ما پیش کن. زودتره دیگه. زودی که با نفر مطل من مگر برم پیش ازی برم. هی چی رقم بری تو زن؟ که مثل که شک بکید بسن. انی بخستم بیا میری شد. توی دقیقه نمیشه پیش میبخستیم اگه 3 ساعت که مازه. حرکت کن. وقتی که من روی سرا میرم دیگه تو زنگ نزن زن. وقتی میزن مشک کده بسنه. وقتی بابا وقتی که نه بریم زنگ بزن با خونی و زنگ نزن دیگه شک بکنه. میگم بابا و خیزیم دیگه. خیلیت بابا. بابا خیلیت اشتی خیلی رفتم از او دم تا حالا. خیلی چیکار کنم شاءالله شهیدم خدا. چری؟ بچه این هوا خراب شده یک دم گرمه یک دم یخ آدم عرق میکنه همینطور بسته جون آدم به درد میاره. کجای مادر تو؟ تاش پس خانه بود چه کار میکنم همینطور گلاس یخی هم خانم خده خوب بیاد. خیلی خدا چه کار دختر؟ مادر بیایم دیگه. چی گپه؟ هیچ گپی نیه بیایم خودم بشنم اختلاف کنیم. میایده چطور؟ بگید چه باید اعصاب تو خرابه؟ چی گپه؟ هیچی ما یک چیزی از صبح پرسو. چی چیزی؟ من خیلی می
وای گپ از کجا بود؟ هادی گشته نمایم خیلی مهم. خیلی میمه. بعد دختر تو شیشتی یک بری شرم کن هادی باشه دخترمه. باشه دخترم بفهمه. که دو مرد زن خونه مایه. خیلی میا. لا خیلی می خیلی هادی خیلی مهم. خب میگم من اگه یک وقتی میگم برو تو چیکار میکنی؟ راست میگه بابا جان. چیکار میکنین شما؟ راستی هم که ناقص العقل بودیم. دو تا دیوانه بیامدن پیش من از ما سوال میپرسم که اگه ما بمرم تو چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ این چی سوالی از من میکنی دو تا دیوانه پیش میبشیشتی؟ سوال بماری نیه. من جدی دارم با تو میگم. ایانا اگه ما بمرم تو دومار میشی. راست میگه مادر جواب بده بابا. چیکار میکنین شما؟ سوال دیگه؟ شاید دومات چی؟ یعنی راستی میگی اگه من بمرم تو زن میکنی؟ ها نه دیگه. مردا که زن چه بمرن معلومه که میره زن میکنه دیگه. این دلیلا مردم وفا ندارم که تو فکر میکنی. خب گفتم احتمالاً بازم چیزی گفتن نمیتونم. بله اگه ایانم که من اجازه بدم تو زن کنی زن جدید خونه میره به طبیع خونه که خود ما زندگی کنه. ها دیگه مادر ما به کجا ببرم؟ میارم به اونجا که خود ما زندگی کنم دیگه. بس دیگه چوب کن تو. خب خاله چیکار میکنم؟ وقتی که من زن جدیدی بگیرم باز از کجا دارم کرایه خونه بدم ببرم به دیگه جا؟ خب میارم اینجا زندگی کنی یک خونه از این خونه بشین. خب اگه او بیاری به تعزی خونه زن جدید شروع اگه زن جدید خب تعزی خونه بیاری از وسایل هم استفاده میکنه. ها دیگه مادر شاید از لبسیرینا شما استفاده کنه، از سرمه شما استفاده کنه، از کرم. بس چوب کن. تری تو بزنه خانش خود گرد زدن تو. به جایی که این طرفداری بکنه طرفداری پیاخو میکنه. قلص بدیدن شما استفاده میکنه. بگو تو بگو. حال من نزن. خود چی میتونه گفته؟ شاید امکان داره به طبع خونه بیا یک چیزی کم بودیش داشت وسایلات هم استفاده کنه. وقت چی میتونم بگم؟ شاید بیا این لباسا برم استفاده کنه. نمیکنه زن. لباساتو و بر از او تنگه. اشتا لباسو ببری و تنگه بابا شما زن کردیم. بابا جان گپ چیه؟ توی یک سره برای تومت دیر میکنی. شاید گفتم تنگ باشه. خب اماله بگفت اگه لباسو ببری و تنگه. اگه زن نکردیم اشتا میفهمیم که لباسو ببری و تنگه. مادر به قرآن بابا من زن کرده و من پیش در بیامدم با من خود یک زن دیگه گپ میزد میگفت به او سرا دیگه که برفتم دیگه به من زنگ نزن که زن ما شک کرده به سر من نمیفهمیدم. ها؟ الله تکشی تو مرد لقمه شی انجی شی هر خوبی که به تو کدوم سرطان شد از پایه ها گلو تو من عرضه خیلی بره نبری تو من تخت تو عذاب کرده الله خیلی نبینی که تو زن کردی خدا لقمه شی و خیلی خوشی سلامتی خیلی نبینی امیت مسی در دهن تو به خاک شه.